درود به همه شما رفقای عزیز، به دانشگاه دان خیلی خوش اومدید. این ویدیو قرار ویدیوی آموزش تستنت منگو باشه. حواساتون رو جمع کنید و بریم با هم این تستنت رو شروع بکنیم. برو بریم. خب رفقا، برای اینکه این تستنت رو شروع بکنید، اول از همه ما نیاز داریم به منگو ولت. منگو ولت یه ولتیه که لینکشو براتون میذارم که متناسب و مناسب استفاده اصلا برای این تستنته، یعنی ساخته شده برای این تستنت منگو و ما یک سری از فعالیتامونو باید روی این ولت و این سایت انجام بدیم و یک سری فعالیت‌های دیگه‌مون باید توی دیسکورد باشه. باید توی دیسکورد این پروژه عضو بشیم و از اونجایی که نیاز داره یک مقدار توی سرورهاش چت بکنیم، باید این چت کردن رو انجام بدیم تا به لول 3 یا 4 برسیم توی دیسکوردش. چطوری؟ سرور داره، هم سرور انگلیسی زبان داره، هم سرور فارسی زبان داره. شما توی هر دو سرور هر چقدر چت مفید، نه اینکه بنویسی های 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 گود بای گود بای گود نایت نمیدونم گود مورنینگ هی اینا بنویسی، نه اسپم میشید و حذفتون میکنن. توی دیسکورد پروژه منگو باید چت مفید بکنید، هم توی سرور فارسیش میتونید چت بکنید، هم توی سرور انگلیسیش که باید لولتون رو برسونید به 3، حداقل 3. و برای اینکه توی خود پروژه هم شرکت بکنید ما به افزونه خود منگو احتیاج داریم و ترجیحمون اینه که بچه روی کامپیوتر انجام بدید. اگر میخواید روی گوشی انجام بدید، لینک افزونه که براتون گذاشته میشه رو توی مرورگر کیوی براوزر، که اصلا کلا ما هر چی میخوایم شرکت بکنیم توی گوشی باید از مرورگر کیوی استفاده بشه. این تا اینجای کار اینو بدونید. هر وقت ولتی، افزونه‌ای، نمیدونم تستنتی، هر چیزی خواستید توی گوشی شرکت بکنید، اگر میشد با گوشی شرکت کرد، باید از مرورگر کیوی استفاده بشه، یا اون یکی مرورگره که شبیه کیویه. مشکلی نداره، میزه نمیدونم دقیقاً تلفظش چیه، یکی دو بار لینکشو گذاشتم. اگر اونو دارید ازش استفاده میکنید، نیازی نیست از کیوی استفاده بکنید. اما اگر ندارید هیچ کدوم از اینا رو، پیشنهاد خود من کیویه که برید مرورگر کیوی رو روی گوشیتون نصب بکنید. اگر آیفونید همون میزه نمیدونم دقیقاً تلفظش چیه، اونو باید نصب بکنید. MISES. این مرورگر رو باید نصب بکنید روی آیفون، ببینید جواب میده یا نه. برای یه سریا جواب میده، برای یه سریا جواب نمیده. برای شروع این تستنت ما اول باید ولت منگو رو افزونش رو دانلود بکنیم که لینکش رو براتون میذارم و بعد وقتی که وارد وبسایتش بشیم باید از این قسمت، اول از همه این ولتمون رو که ساختیم، ولت منگو رو که ساختیم بچه‌ها، هر ولتی که توی فضای تستنت، توی فضای وب 3، هر ولتی که میسازید، همون اول کار، همون اول 24 کلمه امنیتیشو بنویسید، یادداشت کنید، اسکرین شات بگیرید، یه جوری یادداشت بکنید که حالا بعضیا، من بهشون میگم اسکرین شات نگیرید یادداشت بکنید، میرن یه حرفی و واوش و نمیدونم عینش و الفش و مثال دیگه، مثال اصطلاح میگم واو و عین و اینا، یه A و B و C و نمیدونم ایناشو میره جابجا میزنه، بعد چی میشه؟ اسکرین شات هم نگرفته، اونم اشتباه نوشته، اون ولت میپره. یه جوری اون 12 کلمه یا 24 کلمه امنیتی و پشتیبانی خودتون رو ذخیره کنید که دسترسی کسی به اون، یعنی کسی به اون دسترسی نداشته باشه، فقط خودتون بهش دسترسی داشته باشید. نیایید بگه آقا من نمیدونم 24 کلمه‌ام 12 کلمه‌ام گم شد چیکار کنم، قربونت برم، هیچ کار نمیشه کرد. وقتی که اون 12 یا 24 کلمه امنیتی و پشتیبانی شما گم بشه و شما از دسترست خارج بشه اون 24 یا 12 کلمه امنیتی، شما نه تنها دارایی هات سوخت میشه اگر ولت و اصلی باشه، بلکه دیگه هیچ وقت نمیتونی به اون ولت دسترسی داشته باشی. تمام. پس اولین کاری که میکنید، هر وقت هر ولتی میسازید، 12 کلمه یا 24 کلمه امنیتیشو یادداشت کنید، اسکرین شات، هر کاری که میکنید که به نظرتون امنه. من بارها گفتم اسکرین شات مطمئن نیست، باید بنویسید. حالا اگرم مینویسید با دقت بنویسید، عکسشو تو گالریتون نگه ندارید، توی تلگرامتون نفرستید، تو سیو مسیجتون نفرستید.
اینا رو رعایت بکنید و وقتی که این ولت رو ساختید وارد وبسایت منگو میشید. وارد وبسایت که شدید، از این قسمت یک گزینه کانکت ولت داره. کانکت ولت رو میزنید، منگو رو بهش، ولت منگو رو به این وبسایت وصل میکنید و میریم سراغ فعالیت‌های اصلیمون. حالا فعالیت‌های ما چی هن؟ اول از همه که هر روز ما باید چکین بزنیم، ساینین بزنیم. میایم اینجا این گزینه ساینین رو میزنیم. خب ببینید الان مثلا من یه روزایی رو یادم رفته بود بزنم یا وبسایتش برام باز نمیشد. اینا رو من زدم. اینایی که سکه نخورده یعنی از دستم در رفته. امروز چندمه؟ امروز 19 فکر میکنم و الان من ساین رو که بزنم، بذارید من رمزمو بزنم. رمزم چی بود الان؟ خب اپروو رو میزنیم، دوباره اپروو رو میزنیم. خب به من الان میگه که شما، یعنی من دیشب زدم، ساعت نمیدونم چند بود، میگه امروز شما ساینین کردی، باید بری ساینین 20 ژانویه رو وارد بشی بزنی. هر روز این ساینین ها رو بچه باید بزنین. به من میگه که 5 ساعت دیگه میتونم بیام ساینین کنم. بعد از اینکه زدیم اینجا امتیاز ما رو نشون میده. هر 500 تا امتیازی که بچه‌ها داشته باشید از قسمت لیدربورد، توجه کنید، هر 500 تا امتیازی که ما میگیریم از قسمت لیدربورد باید بیایم و این تراژری چی بودین؟ تراژر چستمونو یا این جعبه صندوق گنجمونو باز بکنیم تا حالا توش امتیازات ویژه خودشو داره. و از قسمت تاسک لیست، عمده کار ما اینجاست. اول بهتون بگم که از اینویشن لیست میتونید یا این قسمت میتونید ببینید چند تا رفرال دارید، چند نفر رو دعوت کردید. اینجا کد معرفتونه، اینجا لینک معرفتونه، یعنی یه سریا لینک سایت رو دارن کد معرف ندارن، این کد رو بهشون میدید. یه سریا میخوان کلن وارد وبسایت بشن به همراه کد معرف شما، این لینک دعوت شماست و میتونید ازش استفاده کنید. و معمولاً تستنتا اگر بدون لینک دعوت وارد بشید، به خاطر اینکه میخوان حالا ربات نیاد یا فارمر زیاد وارد نشه که حالا نمیشه 100% جلوشو گرفت، بدون لینک دعوت اجازه فعالیت به شما نمیده. حالا بعد از اینکه اون ولتمون رو وصل کردیم به وبسایت، از این بالا از قسمت ایونتس میایم پایین، ساین رو که زدیم هر روز باید ساین رو بزنیم و از قسمت تاسک لیست اینجا ما 5 تا فعالیت باید انجام بدیم. 5 تا فعالیتمون چیه؟ اولیش منگو سوپه، میزنیم روش. اینجا ای بابا من این تسکا رو انجام دادم که. خب رفقا من 24 ساعت صبر کردم تا تسکا برای من دوباره فعال بشه و ادامه ویدیو رو دارم براتون میگیرم. وارد وبسایت که شدیم، ولت منگو هم که از قبل ساختیم، از این قسمت کانکت ولت رو میزنیم. منگو ولت رو انتخاب میکنیم. اینجا از ما رمزمون رو میخواد، ما رمزمون رو که وارد کردیم، بعد از این چرا؟ خب ولتمون رو که وصل بخوایم بکنیم یه همچین گزینه‌ای رو به ما میده، ما ساین رو میزنیم، ولتمون به این وبسایت وصل میشه. میایم توی قسمت تاسک لیست، منگو سوپ رو میزنیم. بچه فقط قبلش من این نکته رو بهتون بگم، اول از همه ما ولت منگو رو باز میکنیم، آدرس ولتمون رو از این قسمت، از اینجا کپی میکنیم. ما نیاز به ارز منگو داریم. چطوری ارز منگو رو بگیریم؟ میایم توی دیسکورد منگو رو باز میکنیم، از این قسمت go to do task رو که بزنیم دیسکورد برای ما باز میشه. باید عضو دیسکوردش بشیم. من لینک دیسکوردش هم براتون میذارم توی حالا کانال تلگرام تا بتونید قشنگ عضو دیسکوردشون بشید. وقتی که اینجا وارد شدید ببینید باید ادساین رو بزنید و MGO فاست رو بزنید. اینجا خودش براتون MGO که بنویسید میاره و یه فاصله میدید. آدرس ولتتون رو اینجا پیست میکنید و ارسالش میکنید. آدرس ولتتون رو باید ارسال بکنید تا رباتش درخواست شما رو ثبت بکنه و براتون اون فاستی که نیاز دارید رو ارسال بکنه، اون پول تستی رو. وقتی که این کارو کردید روی گزینه سابمیت که بزنید،
این قاعدتاً دیگه باید اینجا برای ما سینکرونایزینگش فعال بشه و بعد از چند دقیقه تیک این میخوره. وقتی که تیکش خورد بفرما کامپلیت. اینجا ولت ما با فاستمون شارژ شد و تسک اول منگو سواب. وارد این قسمت میشیم. ببین به ما میگه ارز MGO یا همون ارز منگو رو که ما الان از دیسکورد فاستش رو گرفتیم به USDT تبدیل کنیم، USDT رو به MI تبدیل کنیم و MI رو به USDT تبدیل کنیم. میایم پایین Go to do task رو میزنیم و وارد این صفحه میشیم. اینجا دوباره ما باید ولتمون رو وصل کنیم. اول از همه منگو رو انتخاب میکنیم. گفته بود منگو رو به USDT انتقال بدید. ما چقدرش رو انتقال میدیم؟ 0.5. میشه چقدر؟ $1.37. اپروو رو میزنیم. خب انجام شد. بعد گفته بود که USDT رو تبدیل بکنیم به MI. من اینجا 2 تا USDT میزنم. 0.85. خب این هم سواب شد. ببینیم دیگه چی میخواست، یادم رفت. USDT تو MI، MI تو USDT، USDT تو MI، MI تو USDT. خب اینجا ما دوباره این 0.5 ارسال میکنیم برای USDT. سابمیت رو میزنیم و صبر میکنیم تا دوباره این گزینه اپروو برای ما توی ولت منگو فعال بشه. بچه‌ها این ولت منگو رو اگر با گوشی دارید کار میکنید این تستنتو، باید افزونش رو مثل گرس و مثل متامسک به مرورگر کیوی اضافه کنید. به مرورگر گوگل کروم و اینا اضافه نمیشه. خب ما همه اینا رو که انجام دادیم، این سابمیت ها رو میزنیم. اینجا شروع میکنه به سینکرونایزینگ کردن، یعنی به شناسایی کردن و بعد از چند دقیقه یا چند ثانیه تیک اینا برای ما میخوره، مینویسه کامپلیتد. وقتی که تموم شد، حالا ما خودش رو اینو میذاریم برای خودش سینک بکنه. برمیگردیم به صفحه اصلی. خب بعد از اینکه تسک منگو سواب رو انجام دادیم، میریم سراغ تسک منگو بریج. اینجا ما باید دوباره بیایم از این قسمت، اگر ولتمون رو خواست وصل میکنیم، اگرم نخواست و خودش وصل بود که هیچی. میایم اینجا میگه چی میخوایم؟ منگو رو به BSC، منگو رو به ETH، منگو رو BSC رو به منگو، ETH رو به منگو باید بریج کنیم. چطوری؟ دوباره میایم پایین Go to do task رو میزنیم. این صفحه که برای ما باز شد، ما اول نتورک رو انتخاب میکنیم. خب گفته بود که منگو به چی بود؟ ETH اگه اشتباه نکنم. منگو به ETH. بله انتخاب میکنیم منگو ETH. یعنی چی نداریم؟ آها ولتمون رو وصل نکردیم. ولت منگو رو وصل میکنیم. اینجا موجودی ما رو بهمون نشون میده. انقدر ETH داریم. اینجا هم ولتمون رو وصل میکنیم. نیاز داریم به متامسک بچه. روی گوشیمون اگر داریم انجام میدیم به افزونه متامسک هم نیاز داریم. بله تایید میزنیم. کانکت که شد، اینجا من چقدرش رو میخوام انتقال بدم؟ مثلا میزنم 0.1. سابمیت رو میزنم. یه تاییدیه از من میخواد. تاییدیه رو انجام میدم. بعد بچه همین ETH رو باید برگردونیم به منگو. من یه دونه BSC هم براتون انجام بدم تا ببینید چی جوریه. دیگه بقیه‌شو رو خودتون میدونید چی جوریه. ببین یه دونه BTC تست داریم، یه دونه BSC تست. ما با BSC تست کار داریم. ولتمون رو وصل میکنیم. BNB رو انتخاب میکنیم. از این قسمت هم دوباره منگو کانکت ولت. اینجا چقدرش ما میخوایم انتقال بدیم؟ 0.04. سابمیت رو میزنیم. دوباره یه تاییدیه از ما میخواد، این دفعه از توی متامسک. حواسمون باشه که شبکه روی BSC تست نت باشه. یه موقع نزنید دارایی واقعیتون رو انتقال بدید. کانفرم رو میزنیم. اینجا تایید میشه. بعد ما برمیگردیم. حالا بله متوجه شدم. برمیگردیم. حالا ما اینو میزنیم، اینم میزنیم.
اینم میذارم. البته ما اینو انجام ندادیم دیگه. بقیهش همونه دیگه. اون BSC هایی که ما به منگو انتقال دادیم باید برگردونیم بهش. این فرایندشه. حالا بریم سراغ دوتا. ببینید این دوتایی که انجام دادیم کامپلیت شد. برگردیم به قسمت قبلیمون. این دوتا تسکی که ما باید انجام بدید. ببینید یه دونه برنامه داره به اسم بینگ دکس. این بینگ دکس رو باید روی گوشیتون دانلودش بکنید. وقتی که روی گوشیتون دانلود کردید، آدرس 12 کلمه پشتیبانی منگو ولتو که همون اول ویدیو بهتون گفتم یادداشت کنید. میرید توی بینگ دکس اپ، ایمپورت ولت رو میزنید یا اد اگزیستینگ ولت، کرییت نیو ولت نه ها، ساخت ولت جدید نه، اضافه کردن ولتی که از قبل موجوده. ولت منگوتون رو توی این اپلیکیشن بالا میارید. حالا من ویدیوشو روی موبایلم براتون ضبط میکنم، چون زمان ویدیومون طولانی میشه و ما فعلا نمیتونیم بیشتر از 15 دقیقه ویدیو توی یوتیوب آپلود بکنیم. ویدیوی گوشیشو براتون جداگانه ضبط میکنم. این فرایندم دقیقاً همون سواب کردن و بریج کردنه که توی گوشی باید از طریق این اپلیکیشن انجام بدید. پس کار ما چی شد؟ ولت منگو رو نصب میکنیم، متامسکمونم نصب میکنیم، وارد وبسایت میشیم. روزانه از این قسمت باید ساین این بکنیم. ببینید ساین این رو که بزنیم، آب دهنم پرید تو گلوم. ساین این رو که بزنیم یه مقدار کوچولو منگو از ما میگیره. اپروو رو که بزنیم، امروز 20 ژانویه، برای ما سکش باید بخوره. ببینیم الان سکش نخورد ولی قاعدتا سکش میخوره. هر روز که ما این تسکا رو انجام بدیم بچه ها، ببینید به ما میگه که 5 تا امتیاز اضافه دریافت میکنید اگر 5 روز متوالی این کار رو انجام بدید. 30 تا امتیاز اضافه دریافت میکنید اگر 5 روز متوالی این کار رو انجام بدید. وقتی که اینا رو انجام دادید، امتیازتون رسید به 500 تا. امتیازتون که رسید به 500 تا، میاید توی قسمت لیدربورد. اینجا به شما یه دونه چست میده، یه دونه صندوقچه میده، بازش میکنید. بعد از 500 که رسیدید به 1000 اینم انجام میدید. دوباره یه سری تسک زیلی داره که بچه‌هایی که ویدیوی انجام دادن تسکای زیلی ایردراپ زنیا رو دیدن میتونن برن انجام بدن. من لینک تسکای زیلی هم براتون با پاسخاش توی همون کپشن تلگرام میذارم و برید انجام بدید. تسکای زیلیش مهمه. تسکای زیلیشو فراموش نکنید. اگرم بلد نیستید اکانت زیلی بسازید یا تسکاشو انجام بدید، برید ویدیوی انجام تسکای زیلی زنیا رو تماشا بکنید. من انتهای این ویدیو براتون اون ویدیو رو ساجست میکنم، بزنید روش اگر ندیدید که بتونید اون ویدیو رو هم ببینید و تسکای زیلی این پروژه رو هم انجام بدید. یه سری شایعه هست که حالا این ویدیو چون قطع شده فرداش داره ضبط میشه از قسمت اول، یعنی از اوایل ویدیو، یه سری خبر اومده. بعضیا میگن، یه سری اخبار هست که میگن توی فوریه، یعنی 1 ماه دیگه تقریبا، مینت این پروژه شروع میشه. یعنی تقریبا توکنش، فرایند توکن سازی شروع میشه و چیزی به پایان ایردراپ نداریم. زیادم نیست که شروع شده. برید رولای دیسکورد رو بگیرید، چت بکنید توی دیسکوردش، تسکای زیلیش رو انجام بدید. توی دیسکورد حداقل به لول 3 برسید و هر روز فاست بگیرید، هر روز تسکاش رو انجام بدید. امیدوارم که پروژه قوی باشه، چون لایه 1 و توکنای لایه 1 معمولا توکنای پرقیمت و کارآمدی بودن برای شبکه‌ای که راه اندازی شده. انتظار ایردراپ بالایی از این پروژه داریم. ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. یادتون نره که لایک، کامنت، سابسکرایب انجام بدید و لایک و کامنت شما باعث میشه که انرژی برای ما فراهم بشه تا بتونیم این مسیر رو براتون ادامه بدیم و آموزش‌های بیشتری بذاریم. خیلی مراقب خودتون باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.